إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اینجا دو لشکر به هم روبرو شد، لشکری مسلمانان و لشکری کفار. این اولین جنگی بود که بین اسلام و کفر جدایی انداخت، جنگ بدر. پیامبر صلی الله علیه وسلم دستهایش را بالا برداشته گفت: قال اللهم إن قريشا قد جاءت بخيولائها وفخرها، اللهم إن قريشا جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء. و یک اشتری سرخ را دید که در آن عتبه ابن ربیعه سوار بود که به قریشی ها اشاره کرده می گفت: باز ایستید. پیامبر گفت: اگر او را اطاعت کنید هدایت می‌یابید، اگر صاحب آن اشتری سرخ را اطاعت کنید هدایت می‌یابید. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی لشکر مسلمانان آمده صفهای آنها را راست می‌کرد. میان آنها سواد ابن غزیه که در صف پیش ایستاده بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که به او نزدیک شد او را به عقب تیله داد. دید که روی او دیگرگون شد. پیامبر گفت: شاید من تو را رنجانیدم. گفت: آره ای رسول خدا. اینجا جنگ شروع می شود. لشکریان برای جنگ آمادگی می بینند، اما سواد باشد می گوید: مرا آزار دادی ای رسول خدا. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: آیا می خواهی قصاص بگیری؟ گفت: آره ای رسول خدا. گفت: بگیر حقت را از من. گفت: شکمت را باز کن. پیامبر صلی الله علیه وسلم پیراهنش را بالا کرد. اصحاب تماشا می‌کردند. سواد خود را به شکم پیامبر صلی الله علیه وسلم پرتافت، آن را می‌بوسید و گریه می‌کرد. گفت: چی کار می‌کنی تو؟ گفت: ای رسول خدا، به زودی جنگ شروع می‌شود، شاید من بمیرم و من خواستم تا آخرین کاری من در این دنیا آن باشد که رویم را بر شکم مبارک شما بمالم. اما ابو جهل وقتی که لشکر مسلمانان را دید، او نیز خدای خود را که شریکش قرار داده بود دعا می‌کرد. قال اللهم اقطعنا للرحم وجاءنا بما لا نعرف، اللهم أينا كان أحب إليك فانصره اليوم. خداوند این دعا را قبول کرد. اگر شما طلب پیروزی کنید بیشک برایتان پیروزی می آید، یعنی عذاب خداوند ذوالجلال به شما نازل می شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم لشکری مسلمانان را آماده میکرد. دو لشکر با هم روبرو شد، مؤمنان با کافران. پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانچه خود درآمد، دستهایش را به سوی آسمان برداشت و خداوند را دعا میکرد. با وجود که تیاری دیدند، آماده شدند، لیکن پیروزی را از جانب خداوند میدانستند. خداوند را دعا میکرد: خداوندا اگر این گروه را بکشی بعد از این در روی زمین عبادت کرده نمیشوی. خداوند آن وعده کرده ات را به من بده. خداوندا دعا میکرد، چنان حریص بود در دعا که کرته اش که در کتفایش بود به زمین افتاد. ابوبکر در پسش بود، آن کرته را دوم باره در کتفانش ماند و آن حال پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیده گفت: بس است ای رسول خدا، بس است ای رسول خدا، این دعاهایت کافی است، خداوند وعده اش را نصیبت میکند. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم را اندکی خواب برد، از جایش خیست و نزد ابوبکر رضی الله عنه در آمد و تبسم کرده گفت: ای ابوبکر بشارت ده، بشارت ده ای ابوبکر، پیروزی از جانب خداوند آمد. جبرائیل علیه السلام با اسبش فرود آمد و همراهش 1000 ملائکه دیگر نیز فرود آمدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیروزی که از جانب خداوند آمده بود خیلی شاد شدند. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به نزد اصحابش رفته به آنها نگاه کرده گفت: این جماعت شکست میخورد. اصحابش را مژده میداد: این جماعت کافران شکست میخورد و فرار میکند. سپس مشتی از خاک گرفت و آن را بر روی قوم کفار پاشید و گفت: بسم الله. راوی این حدیث میگوید هیچ یکی از مشرکان نماند مگر اینکه خاک بر چشمان او درآمد. وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
این تو نیستی که خاک را به چشمان آنها پاشیدی، بلکه خداوند ذوالجلال بود که این کار را کرد. پیش از سرشوی جنگ مردی از مشرکان با نام اسود ابن ابوالاسد مخزومی که مردی پلید و بد اخلاقی بود در میان مردم گفت به خدا سوگند که من از حوض آنها آب می نوشم یا آن را خراب می کنم یا اینکه می میرم. شتابان به سوی حوض رفت. کی او را روبرو شد؟ شیر خدا و رسول حمزه ابن عبدالمطلب با یک ضربه پای او را شکست. او به زمین افتاد و با دستانش خود را به سوی حوض میکشاند. میخواست قسمی خورده اش را اجرا کند. اینجا حمزه رضی الله عنه با یک ضربه دیگر کار او را تمام کرد. مشرکان را غم فرا گرفت. روحیه اشان پست شد. 3 نفر از آنها برآمدند. 3 تن از سرداران آنها، عتبه و برادرش شیبه پسران ربیعه و پسری عتبه که نامش ولید بود. این 3 تن از سرداران قوم و از جنگاوران آنها بودند. برآمدند و مبارزه تن به تن خواستند و جنگ ها همین خیل شروع می شد. می خواستند با مؤمنان مبارزه کنند. عتبه و پسرش ولید و برادرش شیبه. اینجا 3 تن از انصاری ها برآمدند تا جان خود را برای این دین قربان کنند. آن 3 مشرک از آنها پرسیدند شما کیستید؟ گفتند جوانانی از انصاری ها. گفتند ما به شما کاری نداریم. گفتند چی می‌خواهید؟ گفتند ما کسانی را از قوم خود می‌خواهیم، از خویشان خود می‌خواهیم، یعنی از مهاجران می‌خواستند. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند ای عبیده ابن حارث، ای حمزه ابن عبدالمطلب و ای علی ابن ابی طالب، شما مردان شجاعی هستید، برآیید بر ضد آنها. حمزه در مقابل شیبه ایستاد. عبیده که مردی کلان ساله بود در روبروی عتبه ایستاد. علی باشد در مقابل ولید. اما حمزه رقیبش را امان نداده با چند ضربه او را هلاک کرد. علی نیز با یک ضربه رقیبش را از پا افکند. عبیده ابن حارث باقی ماند که مقابل عتبه ایستاده بود. آنها به همدیگر ضربه زدند و به زمین افتادند. جراحت برداشتند لیکن نمردند. حمزه و علی رضی الله عنه باشد شتابان عتبه را کشتند. اینجا مؤمنان صدای تکبیر را بلند کردند. الله اکبر، الله اکبر. خداوند این آیه را نازل کرد. هذان خصمان یعنی گروه از مؤمنان، جماعه از مؤمنان، اگر آنها هلاک شوند پس از این کسی نیست که تو را عبادت کند ای الله. پیروزی از جانب خداوند از آسمان فرود آمد. گروه دیگری از مشرکان که برای جنگ آمده بودند آنها را ابلیس اداره میکرد. هذان خصمان، چی چیز آنها را به این عداوت مجبور کرد؟ هذان خصمان اختصموا فی ربهم، از آنها کسی بود که خداوند را عبادت میکرد، او را به تنهایی میپرستید. اما گروه دیگر باشد با او شریک قرار میداد، او را یکتا نمیدانست. همین طور درگیری شروع شد و جنگی سخت میان آنها صورت گرفت. جنگ شدت می گرفت. 2 صف به هم درگیر شدند. گردنها بریده می شد. خونها جاری می شد. گروه در راه خدا می جنگید و گروه دیگر در راه طاغوتها و شیطان می جنگیدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم میان اصحابش بود. آنها را تشویق می کرد. شعارشان این بود: احد احد، احد احد. صدای تکبیر بلند می شد. پیامبر به آنها می گفت: قسم به آن ذاتی که جان محمد به دست اوست، هیچ کسی نیست که امروز بجنگد پس کشته شود در حالی که با صبر است و مقابل دشمن ایستاده است و فرار نکرد مگر اینکه خداوند او را داخل جنت می کند. پس بشتابید به سوی جنتی که پهنهایش به اندازه زمین و آسمان است. یکی از صحابگان که نامش عمیر ابن حمام بود گفت: به 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 به. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: چی چیز تو را به گفتن این کلمه ها وادار ساخت؟ گفت: من امید دارم تا از اهل جنت باشم. گفت: تو از اهل جنت هستی. در دستش چند تا از خرما بود، میخواست آنها را بخورد. آنها را انداخت و وارد جنگ شد تا اینکه کشته شد. در این جنگ سرهای کافران به هوا میپرید. کسی نمیدانست که آنها را کی زده است. یکی از صحابگان نقل میکند که من در آن جنگ به مشرک روبرو شدم. خواستم او را بکشم. پیش از اینکه به او برسم سرش به هوا پرید. میدیدم که دستها بریده میشد که کسی نزد آنها دیده نمیشد. خداوند به ملائک گفت: فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. دست و پایهای آنها را بزنید.
چرا که آنها در حق خدا و پیامبرش زیاده روی کردند. جبرائیل علیه السلام فرآمده بود. ملائک می جنگیدند. اهل ایمان با کافران می جنگیدند و اهل کفر به شکست و خواری روبرو شد. قوه آنها ضعیف شد. صفهایشان پراکنده شد. پرچمشان افتاد. هیچ کسی از آنها نمیدانست که برای کی بجنگد. اما اهل ایمان آن گروه اندک صبر میکردند. در همین لحظه ها ابلیس به صورت سراقه ابن مالک ظاهر شد و این حالت را می دید که ملائک از آسمان به زمین فرود می آیند و با اهل ایمان به آنها می جنگند. او راه فرار را پیش گرفت. مشرکان وقتا او را دیدند گفتند ای سراقه. گمان میکردند او سراقه است. گفتند ای سراقه کجا می گریزی؟ آیا تو کمک رسان ما نبودی؟ گفت نه. إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. ابلیس از میدان جنگ فرار کرد. همراهش چند تنی دیگر فرار کردند. مسلمانان باشند می جنگیدند. شعارشان احد احد بود. الله اکبر، الله اکبر. اهل ایمان با وجود اندک بودنشان پیروز شدند. بسا گروه اندک که با اراده خداوند به گروه بسیار غالب شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در برابر آنها می جنگید. یکی از شجاعترین آنها بود. پدر و مادرم فدایش. در همین لحظه ها که مشرکان راه فرار را پیش گرفته بودند، اینجا ابو جهل خواست مردمش را باز تشویق کند. گفت به کجا می روید؟ چی کار می کنید؟ قسم بلات و عزا به آنها می جنگیم و خون آنها را می ریزیم. آنها را یکی پی دیگری هلاک می سازیم. ابو جهل می خواست دوم باره صف اصحابش را برقرار کند، لیکن نمی توانست. عبدالرحمن ابن عوف میگوید در آن جنگ بودم. ناگه جوانی از طرفی راستم به من اشاره کرده گفت که نامش معاذ بود. گفتم ای پسر چی میخواهی؟ گفت ابو جهل کجاست؟ از سردار کفار ابو جهل پرسان. گفت کجاست ابو جهل؟ گفتم تو را با او چی کار؟ از او چی میخواهی؟ گفت شنیدم که او پیامبر صلی الله علیه وسلم را دشنام داده است. به خدا سوگند اگر با او روبرو شوم از او جدا نمیشوم تا اینکه یکی از ما کشته شود. جوانی خردسالی بود. عبدالرحمن میگوید من در تعجب شدم و جوان دیگری طرف چپم را کشید. نامش معوذ بود. همین سؤال را کرد. میگوید ابو جهل را جویا شدم. دیدم که میان مردم ایستاده آنها را تشویق میکند. به آن دو جوان گفتم این از آن کسی که شما میجویید. دو جوانی خردسال از صحابگان با او هجوم کردند. به آن گونه که عقاب بالای صید خود هجوم میکند. او را میزدند. ابو جهل فرعون این امت به زمین افتاد و آن دو جوان شتابان به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم رفتند. اصحاب باشد می جنگیدند. مشرکان باشد فرار میکردند. آن دو جوان به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم آمده گفتند ما ابو جهل را کشتیم. یکی می گفت من کشتمش، دیگری می گفت من کشتمش. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت شمشیرهایتان را به من نشان دهید. پیامبر صلی الله علیه وسلم شمشیری آنها را دیده گفت هر دویتان او را کشتید. وقتا که جنگ خاموش شد پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت ابو جهل را بکابید، ابو جهل را بکابید. اینجا عبدالله ابن مسعود که مردی لاغری بود، یکی از بهترین صحابگان پیامبر صلی الله علیه وسلم، ابو جهل را در حال دید که نفسهای آخرش را میکشید. بر روی سینه اش برآمد و پایش را در گردنش ماند. ابو جهل گفت غلبه از آن کیست؟ گفت غلبه از آن خدا و رسولش است ای دشمنی خدا. ابو جهل گفت ای گوسفند چرانک، بیشک تو بالای کسی برآمدی که خیلی دشوار است برآمدنش. اینجا عبدالله سرش را گرفت و آن را پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم آورده پرتافت. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت لا اله الا الله. خداوند وعده اش را تصدیق کرد و بنده اش را پیروزی داد و به تنهایی گروه آنها را مغلوب کرد. ابو جهل فرعون این امت کشته شد. این جنگی بود که در آن برادر با برادر روبرو شد، پسر با پدرش روبرو شد، پدر باشد با پسر، فرزندان عمک‌ها با هم روبرو شدند. ابو عبیده عامر ابن جراح در این جنگ با پدرش روبرو شد، با هم درگیر شدند. ابو عبیده او را کشت، پدرش را کشت، زیرا او از اهل آن نبود، غیر صالح بود. ابو بکر با پسرش روبرو شد. عمر ابن خطاب باشد با تقایش روبرو شد، آس ابن هاشم.
مصعب ابن عمیر باشد برادرش را یکی از انصاری ها اسیر گرفته بود. برادرش به مصعب گفت برادرش را کمک می کند. مصعب ابن عمیر گفت او را به تو سپاریدم. برادرش گفت آیا به برادرت چنین میکنی؟ گفت تو برادری من نیستی، بلکه این انصاری برادری من است. خداوند درباره صحابگان که در حالت جنگ بودند این آیه را نازل کرد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقتا که پسر با پدر، برادر با برادر و پسر عمک ها به هم در این جنگ روبرو شدند، اینجا ایمان آنها آشکار شد. جنگ در حالتی تمام شدن بود. بعضی از مشرکان فرار کردند، بعضی دیگر جنگیدند و کشته شدند و بعضی دیگر باشد به اسارت افتادند. در این جنگ عبدالرحمن ابن عوف یکی از سرداران قریش را دید. کی بود او؟ امیه ابن خلف. او را اسیر گرفت، پسرش را نیز اسیر گرفت، آنها را می برد. اینجا بلال امیه ابن خلف را دید که اسیر افتاده است. امیه بلال را عذاب میداد پیش از اینکه به مدینه هجرت کند. بلال فریاد زد من آرام نمیگیرم اگر او نجات یابد، من آرام نمیگیرم اگر او نجات یابد. عبدالرحمن ابن عوف گفت این اسیر من است ای بلال، از او دور شو. گفت به خدا سوگند که من آرام نمیگیرم اگر او در امان باشد. سپس به سوی مسلمانان ندا کرد ای جماعت مسلمانان، این سردار مشرکان امیه ابن خلف است. عبدالرحمن به امیه و پسرش گفت فرار کنید، من شما را نجات داده نمیتوانم. او و پسرش فرار کرد. مسلمانان آنها را دریاب کرده کشتند. بعضی از مشرکان را کشتند، بعضی اشان را اسیر گرفتند. خونهای آنها را ریختند، زیرا آنها حد خدا را گذشتند و این سزای کسی است که در حق خدا و رسولش زیاده روی می کند. آنها میخواستند تخم اسلام را نابود سازند، لیکن خداوند چیزی دیگری خواست. اینجا جماعت مغلوب شدند و راه فرار را پیش گرفتند. اینجا حقیقت کفر و اهل آن معلوم شد. این اولین جنگی بود که بین اسلام و کفر جدایی انداخت. اینجا ایمان مسلمانان آشکار شد. بعد از اینکه جنگ تمام شد، هر کی توانست فرار کرد و بعضی از آنها به اسارت افتادند. 70 تن از مشرکان کشته شد و 70 تن دیگر به اسیری افتاد. بعضی ها جراحت برداشتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به نزد جسمهای بیجان مشرکان آمد و امر کرد تا آنها را در قلیب بدر پرتایند. جسمهای پلید آنها را گرفته در آن قلیب می پرتافتند. کجایند آن مشرکان؟ کجایند کسانی که با پیامبر سالیانی دراز می جنگیدند؟ اکنون اینجا در قلیب انداخته می شوند. وقتا همه‌اش را پرتافتند، پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها سخن گفت. ای ابو جهل، ای عتبه ابن ربیعه، ای شیبه، ای امیه، آنها را با نامهایشان صدا می کرد. به تحقیق آنچه خداوند مرا وعده داده بود آن را یافتم، پیروزی و عزت. آیا شما نیز آنچه خداوند به شما وعده داده بود دریافتید؟ خواری، پستی و عذاب را. عمر و بعضی از اصحاب رضی الله عنهم به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند ای رسول خدا، آیا با آنها سخن میگویی در حالی که آنها مردند؟ گفت شما از آنها شنواتر نیستید، آنها مرا میشنوند. این جماعت شکست داده خواهد شد و آنها پوش برگردانیدند، بلکه قیامت وعدگاهی آنها است و قیامت سخت‌تر و تلختر است. وقتا که جنگ تمام شد و خداوند این گروهی اندک را پیروزی داد، این گروه از اهل ایمان را بر لشکری کفار پیروز گردانید و خداوند وعده اش را با پیامبرش صلی الله علیه وسلم تصدیق کرد.
و آن جماعت مغلوب شدند و راهی فرار را پیش گرفتند. اینجا صحابگان غنیمت ها را که از مشرکان مانده بود جمع می کردند. میان آنها اختلاف صورت گرفت. کسانی که جنگیده بودند گفتند غنیمت ها از ماست، زیرا ما جنگیده ایم. و آنهایی که غنیمت جمع می کردند گفتند اینها از ماست، زیرا ما آنها را جمع آوری کرده ایم. و آنهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم را نگهبانی می کردند گفتند بلکه از ماست، زیرا ما فرمانده همان را محافظت می کردیم. وقتا که میانی هم اختلاف کردند، پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و تمام آن غنیمت ها را برابر میانی همه آن کسانی که در جنگ اشتراک کرده بودند تقسیم کرد. اینجا پیروزی خداوند تحقق پیدا کرد. مشرکان باشد آواره بیابان ها شدند، نمیدانستند به کجا می روند. بعضی آنها با عذابها به مکه رسیدند. مکه در انتظار خبری بود. توقع پیروزی بر محمد و یارانش را داشت. وقتا که اولین شخصی که نامش حیثمان بود به مکه درآمد، مشرکان جمع شدند و در انتظار خوش خبری بودند، لیکن آنها در چهره او دیگرگونی را می دیدند. گفتند چی شد؟ گفت عتبه ابن ربیعه کشته شد، یکی از سرداران قریش. برادرش کشته شد. ابوالحکم کشته شد که او را ابو جهل می گفتند. امیه ابن خلف کشته شد. یک سرداران قریش را نام می گرفت. مردم ناامید شدند. خاموشی آنها را فرا گرفت. صفوان ابن حارثه در خانه اش نشسته بود. خبر به او رسید و دانست که این خبر راست است. اما ابولهب که به جنگ نرفته بود بعد چند ساعت آمد. یک پسرکی خردسالی که اسلامش را پنهان کرده بود در مکه بود. در خانه عمک پیامبر عباس رضی الله عنه کار میکرد. آنها همه اسلامشان را پنهان کرده بودند. نام آن کودک ابو رافع بود. میگوید ابولهب آمد، آن خبر را شنید، لیکن باور نداشت. غم و اندوه او را فرا گرفته بود. نشست. من نیز از پسش نشستم. خبرها را گوش می کردم. ناگهان گفتند ابو سفیان رسید، ابو سفیان رسید. ابولهب گفت خبری درست تنها نزد ابو سفیان است. او را اینجا دعوت کنید. او را آوردند و نزد ابولهب ایستاد. ابولهب گفت چه خبر است ای ابو سفیان؟ مرا آگاه کن. چی شد آنجا؟ گفت به خدا سوگند وقتا که به آنها روبرو شدیم هر کی را از ما میخواستند میکشتند. گفت چی ها میگویی؟ گفت سرداران ما را کشتند، کسی از آنها نماند. گفت چی طور؟ آنها از شما دیده کمتر بودند. گفت قومی را سوار به اسبانی سفید دیدیم که با ما از جانب آسمان می جنگیدند. قومی بر اسب سوار که در دست نیزه و شمشیر داشتند که از جانب آسمان با ما می جنگیدند. ابولهب گفت تو چی ها میگویی ای ابو سفیان؟ ابو رافع میگوید گفتم به خدا سوگند آنها ملائکه بودند که در صف مسلمانان ایستاده با شما جنگیدند. اینجا ابولهب به من نگاه کرد، مرا تیله داد، به زمین افتادم. سپس بالایم برآمد، مرا میزد. من کودکی ضعیف و ناتوان بودم. مرا میزد تا اینکه ام الفضل آمد، زن عباس رضی الله عنه. چوبی را گرفت و با آن ابولهب را زد که سرش کفید و گفت آیا او را میزنی در حالی که سرداری او نیست؟ ابو رافع میگوید 7 روز از این گذشته بود که خداوند ابولهب را هلاک کرد. اهل مکه شکستی بزرگی خورد و تمام عرب از شکست آنها و پیروزی اهل ایمان آگاه شدند. به درستی که خدا شما را در روز بدر فتح داد در حالی که شما خوار بودید. در مدینه باشد همه در انتظار خبری از جنگ بودند. اما منافقان و یهودیان در مدینه آوازه ها پهن کردند که محمد کشته شد و مسلمانان مغلوب شدند. در این اثنا رقیه دختر محمد رضی الله عنها وفات کرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم شوهرش عثمان را امر کرده بود تا نزد او بشیند. و آنها در این حالت بودند که پیامبر صلی الله علیه وسلم 2 کسی را فرستاد تا مژده پیروزی را به آنها برساند. یکی از آنها زید ابن حارث که با اشتر پیامبر صلی الله علیه وسلم سوار بود و دیگری عبدالله ابن رواحه بود. وقتا که به مدینه رسیدند منافقان دیدند اشتر پیامبر صلی الله علیه وسلم را که در آن زید ابن حارثه سوار است. گفتند بنگرید اشتر پیامبر صلی الله علیه وسلم را که در آن زید ابن حارثه است. محمد کشته شد، محمد کشته شد. زید باشد اشتر او را می آرد. مسلمانان غمگین شدند که پیامبرشان کشته شد. وقتا که زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه به مدینه رسیدند و خبری پیروزی مسلمانان را به آنها دادند، صدای تکبیر بلند شد. الله اکبر، الله اکبر. عزت برای خدا و رسولش است.
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. اینجا خبرهای پیروزی در مدینه پهن می شد. این خبر در یهودیان کینه و بدبینی را نسبت به مسلمانان زیاد کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد بعد از 3 روزی ماندنشان در بدر اصحاب را امر کرد تا به سوی مدینه رهسپار شوند. همراهشان اسیران بودند. در راه پیامبر صلی الله علیه وسلم علی را امر کرد تا سری نضر ابن حارثه را بزند. این چنین امر کرد سری عقبه ابن ابو معیط را بزند. آن مردی که اخلاطها را در پشت پیامبر صلی الله علیه وسلم پرتافته بود و او را بوغی کرده بود. اینجا وعده خداوند تحقق پیدا کرد. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقتا مسلمانان به مدینه در آمدند، گروهی از مسلمانان بر آمدند تا آنها را پیشواز گیرند. الله اکبر، الله اکبر، عزت برای خدا و رسولش است. حتی یکی از صحابگان گفت برای چی ما را تبریک میگویید؟ ما تنها آن پیران موی سفید را وا خوردیم و آنها را هلاک ساختیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم تبسم کرده گفت ای پسر برادرم، آنها قومی بودند، آنها سرداران مردمانشان بودند و آنها یکی از دورهای قریش بودند. همین طور مسلمانان به مدینه آمدند. در این لحظه ها عبدالله ابن سلول بظاهر در اسلام داخل شد. اولین بار بود که اسیران در دست پیامبر صلی الله علیه وسلم افتاده بودند. با آنها چیکار باید کرد؟ آنها را امان تییم یا فدیه از آنها بگیریم یا اینکه آنها را بکشیم؟ در این باره حکمی از جانب خداوند نازل نشده بود. از این سبب پیامبر صلی الله علیه وسلم با اصحابش مشورت کرد. اما ابوبکر رضی الله عنه پیشنهاد کرد که آنها فدیه بدهند، برای خلاصی خود مال دهند و یا خدمت کنند. اما عمر رضی الله عنه باشد فکرش مخالف بود. او پیشنهاد کرد تا همه‌اش کشته شوند، تا عرب ها بترسند و مردم قوه اسلام را بداند تا کسی جرأتی حمله نکند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فکر ابوبکر رضی الله عنه را انتخاب کرد و از آنها فدیه گرفت. عمر رضی الله عنه میگوید در صبح آن روز من پیامبر صلی الله علیه وسلم را با ابوبکر رضی الله عنه دیدم که گریه میکردند. به آنها گفتم چرا گریه میکنید؟ مرا نیز خبر دهید، من هم با شما بگیریم. پیامبر صلی الله علیه وسلم عمر را خبر داد که عذاب از این درخت دیده به آنها نزدیکتر بود به سبب فدیه های مشرکان و آن اسیران، و خداوند پیامبرش را عتاب کرد. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. پیامبر صلی الله علیه وسلم نشسته گریه میکرد. ابوبکر نیز گریان بود از ترس خداوند ذوالجلال، لکن حکم تنفیذ شده بود. فرمان پیامبر صلی الله علیه وسلم اجرا شده بود. اسیران خود را با 4-5 هزار نجات میدادند و کسانی که خواندن و نوشته میتوانستند فدیه اشان تعلیم دادن فرزندان صحابه بود. این برای حریص بودن پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت علم و دانش بود. و زینب دختری پیامبر صلی الله علیه وسلم که زنی ابوالعاص بود انگشتری را روان کرد تا فدیه شوهرش را بدهد. پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را دید، چشمانش پر از اشک شد، زیرا آن انگشتری از خدیجه رضی الله عنها بود. خدیجه را به یادش آورد. به اصحاب گفت اگر خواهید من این انگشتری را به زینب برگردانم و شوهرش را نیز. اصحاب رضی الله عنه راضی شدند و به ابوالعاص شرط گذاشتند که زینب را به مدینه فرستد و او این کار را کرد. همین طور پیامبر صلی الله علیه وسلم با اولین اسیران در تاریخ اسلام فدیه تعیین نمود و این فدیه ها نشانه عزت و قدرت بودند. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام